ساعتهای پایانی حکومت همیشه بوی لرزش و ترسیدن میدهند. برای مثال تصور کنید که شخصی 30 سال تمام کلمه اول و آخر پرجمعیت ترین کشور عربی بود. شخصی که در میان شکوه‌های کاخهای مصر خودش را فرعون مینامید و هیچ لرزشی در پایه‌های حکومتش حس نمی‌کرد. اما ناگهان در یک تنور آهنی روی تخت بیمارستان در برابر چشمان همان مردمی که سالها زیر سلطه‌اش بودند محاکمه شد. این داستان انحلال یکی از جان سخت‌ترین دیکتاتورهای تاریخ است، یعنی حسنی مبارک، کسی که کشور مصر را به مدت 3 دهه در یک وضعیت اضطراری دائمی حبس کرد، به طوری که در دوران حکومتش دیوارهای زندان تره شاهد نابودی هزاران رویای سیاسی بود و از سوی دیگر نیز مبارک شبکه‌ای از پلیس مخفی را ساخت که سایه‌اش حتی بر سفره‌های مردم نیز سنگینی می‌کرد. به همین خاطر نیز وی از همین بابت نه تنها بر خاک مصر بلکه بر ذهن و ترس مردم نیز حکومت می‌کرد. اما خشونت حسنی مبارک تنها در پلیس و شکنجه خلاصه نمی‌شد، بلکه وی استاد بازی ثبات یا هرج و مرج نیز بود. اما با این همه در سرانجام کار منحل شدن حکومت حسنی مبارک نه با حمله نظامی خارجی و نه با ترورهای زنجیره‌ای، بلکه انحلال حکومتش از جایی شروع شد که هیچ کدام از فرماندهانش فکرش را نمی کردند که میدان تحریر به بلای جان حسنی بدل شود. اما برای فهمیدن اینکه چرا میلیون‌ها مصری در نهایت به خیابان‌ها آمدند و چگونه مردی که نزدیک به 3 دهه تصور می‌کرد مصر را برای همیشه در مشت خود نگه داشته و در عرض تنها چند روز مجبور شد حکومت را واگذار کند، باید کمی به گذشته برگردیم. حتی گذشته‌ای پیش از بهار عربی و حتی پیش از آن روزی که مبارک برای نخستین بار بر صندلی ریاست جمهوری نشست. اما عجیب اینجاست که این حکومت در ابتدا خودش را با چهره یک دیکتاتوری معرفی نکرد، به طوری که مبارک زمانی حکومت را در ماه اکتبر سال 1981 در دست گرفت که مصر از ترور رئیس جمهور پیشین خود انور سادات شوکه بود. از این رو نیز کشور با بحران مالی، تهدید گروه‌های اسلامگرا، تنش‌های سیاسی و خاطره تنش‌های خاورمیانه دست و پنجه نرم می‌کرد و مبارک درست در همین لحظه با وعده ثبات، امنیت و آرامش وارد میدان شد. اما مشکل از جایی شروع شد که امنیت تبدیل شد به بهانه‌ای برای محدود کردن آزادی‌هایش و از این رو ثبات تبدیل شد به توجیهی برای سرکوب مخالفان و مبارزه با تروریسم تبدیل شد به ابزاری برای گسترش دستگاه امنیتی. اما با این همه حامیانش چنین استدلال می‌کردند که وی کاری را کرد که در آن زمان ضرورت داشت. به جز این همچنین مخالفت‌ها با مبارک در 3مین دهه حکومتش و به دنبال شکایات فزاینده در مورد فساد و ترس از اینکه مبارک پسرش را برای جانشینی خودش در نظر گرفته افزایش یافت، به طوری که در همین دوران نسل جدیدی از مصری‌ها وارد عرصه سیاسی شد، نسلی که برخلاف نسل‌های پیشین زمینه را برای شکلگیری اعتراضات گسترده فراهم کرد که نهایتاً همین امر در سال 2011 در موج اعتراضاتی موسوم به بهار عربی خیلی زود به مصر رسید که نهایتاً همین کار باعث شد پس از حدود 3 دهه حکومتش منحل شده و شخصی که سالها یکی از مهمترین رهبران جهان عرب محسوب میشد در نهایت ریاست جمهوری را از دست داده و بعدها در دادگاه حاضر شده و تصاویر حضورش در تنور متهمان به یکی از نمادهای انحلال حکومت‌های دیکتاتوری در جهان عرب تبدیل شود. همان حکومتی که میراث به جا مانده از انور سادات را در مصر به یکی از ظالمانه ترین حکومت‌های استبدادی برای رسیدن به اهدافش تبدیل کرد.
در این ویدیو از رادیو تاریخ داستان صعود و انحلال حسنی مبارک را برای شما روایت خواهیم کرد که در آن وی از روزهایی که در اوج شکوه جهانی میزبان رهبران دنیا بود تا لحظاتی که در تنهایی همان تنور آهنی فرو ریختن دیوارهایی را تماشا می‌کرد که خودش با ترس و سرکوب بنا کرده بود. پس تا پایان ویدیو همراه ما باشید. در ادامه لایک این ویدیو، سابسکرایب چنل و زدن زنگوله کناریش فراموشتون نشه تا از انتشار اولین مستند بعدی ما آگاه شوید. حسنی مبارک زاده 1928 در کشور مصر است که پس از اتمام تحصیلات متوسطه‌اش همچون بسیاری از مردم رده پایین مصر به نیروهای مسلح پیوست که یکی از معدود راه‌های مبارک برای پیشرفت در جامعه کشورش بود. به همین خاطر نیز وی با اراده و راهکارهای نظامیش پس از گذشت مدتی توانست به یکی از فرماندهان شاخص در اکتبر سال 1973 به خاطر تلاش و پیروزی نیروهای تحت امرش در دفاع از مصر از وی به عنوان اسطوره ملی یاد میشد و از همین رو به پست فرماندهی نیروی هوایی مصر نیز منصوب شد. پس از این حسنی با گذشت مدتی تا پست معاون رئیس جمهوری مصر نیز یعنی انور سادات منصوب شد و همین نیز باعث شد پس از کشته شدن انور سادات در سال 1981 به ریاست جمهوری کشورش برسد. همان ریاست جمهوری که یکی از مهمترین بخش‌های زندگی مبارک در کشورش بود، چرا که حسنی از زمانی که به پست ریاست جمهوری مصر رسید 3 بار در انتخابات ریاست جمهوری بدون اینکه حریفی در برابرش باشد به پیروزی رسید. به جز این وی در طول 30 سال ریاست جمهوری خود حالت سیاسی کشور را که از زمان جنگ 6 روزه توانسته بود حفظ کند و از این رو سیاست خارجی انور سادات در رابطه با صلح با کشورهای دیگر را ادامه داد. در همین رابطه در دوره زمامداری حسنی مبارک آزادی مطبوعات در مصر از اکثر همسایگانش بیشتر بود. همچنین توان مالی این کشور توسعه یافت و با ایجاد تنوع در آن سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی از سهم بخش دولتی پیشی گرفت. اما با این همه سرکوب‌های رسانه‌ای پس از گذشت مدتی از ریاست جمهوری مبارک در مصر و همچنین ایجاد دستگاه امنیتی برای سرکوب آزادی‌های سیاسی در این کشور باعث شد محبوبیتش پس از دهه 90 میلادی رو به افول باشد، چنانکه در دهه 90 میلادی گروهی از مردم افراطی برای برپایی حکومت مد نظر خودشان دست به ترور حسنی مبارک زدند که این کار نافرجام بود و حسنی نیز در این مبارزه با این جنبش هزاران نفر را بازداشت و جنبش آنها را به شدت سرکوب کرد. به همین خاطر نیز فاصله کیش شخصیتی وی با مردم مصر پس از این زمان بیشتر شد. آن هم به همین خاطر که همانطور که اشاره کردیم سرکوب مخالفان سیاسی در زمان ریاست جمهوری حسنی بیشتر از رئیس جمهورهای دیگر بود و سرویس‌های امنیتی خشونت زیادی تحمیل کرده و فساد به طور کامل رواج یافت که نهایتاً اعتراضات به 30 سال زمامداری مبارک در مصر در پی بهار عربی در سال 2011 شروع شد. در همین رابطه در همین سال گزارش‌های متعدد حکایت از استعفای مبارک داشت، اما وی در یک سخنرانی اعلام کرد در سمت خود خواهد بود تا شرایط را برای برپایی حکومت جدید آماده کند و همچنین اصلاح 6 اصل سیاسی و ابطال 1 اصل آن را اعلام کرد. اما رفته به رفته پس از این سخنرانی و با گذشت روزها چند روز پس از این مصاحبه بیانیه‌ای که از طرف معاونش عمر سلیمان منتشر شد در 18مین روز اعتراض مردمی وی با اشاره به شرایط دشوار کشور از ریاست جمهوری استعفا و حکومت را به ارتش واگذار کرد. از این رو نیز با گذشت چندین ماه دادستان عمومی مصر حسنی مبارک و خانواده‌اش را ممنوع الخروج وی را بازداشت و اموال و دارایی‌هایش را توقیف کرد. تقدم إلى المحكمة مكتوبة
وتعتبر جزءا لا يتجزأ من محضر الجلسة، حتى يتسنى لنا الهيئة أن تفحصها وأن تبدي رأيها العدالة. كل يلتزم بمكانه، لا يتحرك أحد من مكانه حتى نستطيع أن يلهمنا الله سبحانه وتعالى في أداء هذه الرسالة. ورد إلينا كتاب معالي المستشار وزير العدل بتحديد هذه القاعة بنظر القضيتين، وسينشر في الجريدة الرسمية. سنبدأ بإذن الله وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بالمنادات على المتهمين، وسنبدأ بالنداء على المتهمين في القضية رقم 1200 النيل. حبيب إبراهيم حبيب العدل، أحمد محمد رمزي عبد الرشيد، عدل حسن محمد عبد الرحمن يوسف، إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر، أسامة يوسف إسماعيل المراسي، عمر عبد العزيز حسن فرماوي. اثبت حضور جميع المتهمين في القضية. پس از کنارگیری حسنی مبارک از ریاست جمهوری و دستگیریش، اولین جلسات محاکمه‌اش توسط دادگاه عالی مصر شروع شد که در آن حسنی مبارک به دلیل تضعیف توان جسمیش روی برانکار به دادگاه رفت آمد می‌کرد و حتی در جلسات پیش از شروع دادگاه عده‌ای مخالفان و حامیان وی به شدت با هم درگیر می‌شدند. در این میان در جلسات نزدیک به 600 نفر حضور داشتند که از خانواده‌های آسیب دیده اعتراضات بودند و از این رو اتهام‌های آنها کشتار و سرکوب معترضان بود که هم خود و پسرانش آن را رد می‌کردند. اما با این همه هر چه که باشد در سرانجام کار از مهمترین اتهامات وارده به مبارک را میتوان در جنایت سرکوب مخالفانش، زیر گرفتن عمدی تظاهرات کنندگان با هدف سرکوب آنها و همچنین ایجاد رعب و وحشت در میان تظاهرات کنندگان در سرانجام کار در سال 2013 دادگاه همه احکام صادر شده در پرونده حسنی را باطل اعلام و دستور محاکمه مجدد همه متهمان را صادر کرد تا اینکه پس از برگزاری جلسات دیگر چند ماه بعد مبارک آزاد گردید و از اتهاماتش تبرئه شد. پس از این حسنی در انزوای کامل به سر برد و پس از چندین حمله نهایتاً در سال 2020 در بیمارستانی در کشور مصر درگذشت. در این میان حسنی مبارک که پس از رویدادهای مشهور به بهار عربی که موجب پایین آمدنش از اریکی حکومت شد، نه تنها به گفته مورخان تاریخی از کشورش نگریخت و در مصر ماند، بلکه به گفته این شخصیت‌ها رشادت بسیار ویژه‌ای از خود نشان داد، چرا که مبارک به خاطر همین کارش نه به سرنوشت زین العابدین بن علی حاکم فراری تونس مبتلا شد، نه مانند صدام حسین به سوراخی گریخت تا بعد هم محاکمه شود
نمانند قذافی در جاده هنگام گریز به دست مخالفین افتاد و نه خاندانش به بدترین مصائب مبتلا شدند. هرچند که وی هم عصر حافظ اسد در سوریه بود، اما برخلاف بشار اسد مانع جنگ داخلی شد. اما با این همه چه بسا که تصمیم حسنی به تسلیم شدن در برابر اراده مردم اما ماندن در میهنش نتیجه‌ای بود که مبارک از مشاهده روزهای سخت دیکتاتورهای دیگر در تبعید و مرگشان آموخته بود. با این وجود همچنین حسنی از شیوه‌های جنجالی دو حاکم پیشین مصر جمال عبدالناصر و انور سادات فاصله گرفت و تا حدی امکان فعالیت گروه‌های اسلام را فراهم کرد. اما با این همه دوران طولانی حکومت حسنی مبارک مانند رژیم‌های اکثر کشورهای عربی نظامی با محوریت فردی بود که هرچند پادشاهی محسوب نمی‌شد، اما دوره‌های متعدد ریاست جمهوری در انتخاباتی که تمامی تمهیدات لازم را برای پیروزیش در آن فراهم می‌شد عملاً وی را حاکم مادام العمر کرده بود. اما هر چه که باشد یکی از جانسخت‌ترین دیکتاتورهای تاریخ که به گواهی برخی شخصیت‌ها وی در آخر تسلیم اراده ملت کشورش شد، همچنان یکی از تاریک‌ترین بخش‌های زندگی حسنی مبارک در طول 3 دهه حکومتداریش است. با تشکر از شما که تا پایان همراه ما بودید. در ادامه لایک این ویدیو، سابسکرایب چنل و زدن زنگوله کناریش فراموشتون نشه تا از انتشار اولین مستند بعدی ما آگاه شوید. با تشکر از شما.